روسیه پیشنهاد آمریکا جهت تمدید مأموریت گروه سازمان ملل برای تحقیق حمله کیمیایی در سوریه را رد کرد. در نشست شورای امنیت در نیویورک مسئله ادامه تحقیق بررسی شد تا گروه معین کند که حمله کیمیایی در سوریه کاری دستی کدام طرف بود. نشست شورای امنیت روز 16 نوامبر برگزار شد و در این نشست روسیه دهمین قرار در مورد جنگ داخلی سوریه را که 6 سال باز ادامه دارد ویتو گذاشت. نیک هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل عملکرد روسیه را تنقید کرد. روسیه بارها مانع تفتیشات شده است. امروز ضربه‌اش بسیار سخت بود. روسیه گروه تحقیقاتی مشترک را که از حمایت همه شورا برخوردار بود از بین برد. با این عملکردش روسیه امکانی ما برای معین کردن حمله‌وران و برای پیشگیری چنین حمله‌ها را از بین برد. گروه تفتیشاتی مشترک سازمان ملل و سازمان منع استفاده اسلحه کیمیایی گفته است استفاده گاز کشنده زرین در ماه اپریل سال 2015 که 100 نفر را در شهر خان شیخون کشت کار دستی نیروهای دولتی سوریه بود. روسیه میگوید کشورهای غربی گروه تفتیشاتی را به حیث ابزار بضد حکومت بشار اسد استفاده بردند. مأموریت گروه تفتیشاتی شب 16 نوامبر به پایان رسید و آن دیگر حق ادامه کار ندارد. پیش از رایدهی در شورای امنیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اعضای شورا خواست که امکان بدهند گروه تفتیشاتی کارش را ادامه بدهد تا به گفته او رژیم سوریه هیچگاه نتواند با اسلحه کیمیایی به کشتار دست جمعی دست بزند.